نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ذکر، این قرآن هم ذکری هست، یعنی پند و اندرزی هست. شما هم می توانید به درجات عالیه برسید، به درجات بالای صالحین برسید به وسیله این قرآن و عمل به این قرآن. الله می فرمد و ان للمتقین لحسن مآب. همانا برای متقیان، انسانهای با تقوا، انجام و نتیجه خوب است. اون انجام و نتیجه خوب چیه برای شما؟ جنات عدن مفتحة لهم الابواب. جنات جاودانه، اون جناتی که درها برایشون باز هست. متکئین فیها، الله می فرماید در اون جنات تکیه دادند اهل جنات. یدعون فیها بفاکهة کثیرا، در اون جنات میوه های زیادی آنها می طلبند. و شراب، و نوشیدنی های مختلف. و عندهم قاصرات الطرف اتراب، نزد این بهشتی ها حوری های هست که قاصرات الطرف، چشماشون پایین هستند. اتراب، هم سن و سال بهشتی ها هستند. قاصرات الطرف، چشماشون پایین است. صبح هم در دست، صبح هم عرض کردم، به این معنا نیست که اونجا جای حجاب، جای حیا است، جای احکام الهی است. نه، که حوری ها دستور داشته باشند که به بیگانه نگاه نکنن، به نامحرم نگاه نکنن. چنین بحثی اونجا نیست. اونجا هیچ تکلیفی نیست. اونجا آزادی مطلقه. بلکه مراد این معنای کنایی هست. معنای کنایی از اینه که زنی که بقیه مردها را اصلا نگاه نمی کند و فقط شوهرش را نگاه می کند، معنیش اینه که این دلداده همین یک شوهر است، بقیه از نظرش اهمیتی نداره، ارزشی نداره. پس قاصرات الطرف در سوره رحمان هم همین مضمون را خواندیم. به این معنی هست که اینها عاشقان شوهرانشون هستند، دلدادگان اونها هستند و به کسی دیگه فکر نمی کنند، به سمت و سوی دیگه اصلا نگاه نمی کنند. اطراب، هم سن و سال بهشتی ها هستند. الله می فرماید هذا ما توعدون، ای مؤمنان این اون چیزی است که شما وعده داده می شوید در دنیا، که لیوم الحساب، این وعده برای مال روز حساب است که انشاءالله در روز حساب الله به شما عطا می کند. اذا الله می فرماید ان هذا لرزقنا، همانا این هست رزق ما، یعنی عطای ما، بخشش ما، داد و دهش ما. ما له من نفاد، برای این هیچ پایانی نیست. یعنی این مثل ریاست جمهوری آقا نیست که 4 ساله تمام بشه یا 8 ساله. ما له من نفاد، این برای ابدالآباد هست، پایانی ندارد. هذا بعضی گفتن ای هذا للمتقین، همه آنچه که گفته شد این برای اهل تقواست. الله ترغیب میده که ما در زندگی خودمون تقوا را پیشه کنیم، از الله بترسیم، پروا داشته باشیم، گناه و معصیت نکنیم. متقی اینه. اما اونی که طغیانگر باشه،
اونی که سرکش باشه. الله می فرماید و ان للطاغین لشر مآب. اون تبشیر اخروی بود، این تخویف اخروی است. الله می فرماید و ان للطاغین لشر مآب. برای انسانهای طغیانگر، انسانهای سرکش و متمرد بدترین انجام هست. اون بدترین انجام چیه؟ جهنم یصلونها، یعنی جهنم که داخل آن جهنم می شوند. فبئس المهاد. الله می فرماید که اون مهاد و رختخواب بسیار بدی هست. رختخوابی هست که قبلا هم شما خواندید، زیراندازش هم آتشه، بالا اندازش هم آتشه. لهم من فوقهم غواش. آتش هست که غواشش هم از آتش هست و مهادش هم آتش هست. به هر حال الله می فرماید هذا یعنی خذ هذا، یا اینکه هذا للطاغین، این برای سرکشان است. به سرکشان گفته میشه فلیذوقوه حمیم و غساق، باید بچشند این را. حمیم آب داغ و آب جوش، و غساق قبلا هم خواندیم، اون آبهایی را میگند که از زخمهای چرک و از زخمهایی که از بدن جهنمی ها آبهای میریزد جمع میشه، اونها را میگن غساق. الله پناه بده. و آخر من شکله ازواج، و آخر یعنی انواع دیگر، من شکله من مثله، مثل همین عذاب ها هستند اما ازواج گوناگون، متفاوت، متنوع، یعنی انواع دیگری از عذاب هم هستند. گاهی آیاتی را الله عزوجل درباره هم بهشت هم جهنم به صورت مبهم میگه که برداشت بنده اینه که بعضی چیزها را، هم نعمتها را هم سختیها را از آخرت ما تو این دنیا متوجه نمیشیم. یعنی چه؟ به صورت سربسته میگه، یعنی بدون غیر از این چیزهای دیگری هم هست. شاید این عقل دنیوی از فهم اونها قاصر باشد. لذا الله می فرماید و آخر من شکله ای من مثله، مثل همین هستن ازواج، انواع مختلف. هذا فوج مقتحم معكم. الله به سرداران کفر و شرک میگه، به رؤسا میگه، به متبوعین میگه، به اونهایی که مردم را گمراه کردن، به اونها میگه هذا فوج مقتحم معكم. برای اینکه آیه را بفهمید، این کلام الله است. ابتدا این فوجی هست که داخل میشن با شما به جهنم. کدوم فوجه؟ همینی که شما اونها را گمراه کردید، پیروان شما. اونها وقتی که میبینند که اینا همین پیروانی بودن که در دنیا برای ما هر جا سفره‌های رنگین پهن میکردند و ما هم گمراه شدیم و اینها را گمراه کردیم، میگن لا مرحبا بهم. لا مرحبا بهم ضد مرحبا هست. مرحبا یعنی خوش آمدگویی، اهلا و سهلا، یعنی نامبارک. وقتی که این جمله دعایه را در حق مریدانشان میگند، در حق عرض کنم که اون کسانی که تابع اونها بودند میگند لا مرحبا بهم انهم صالوا النار، اینها وارد شدن به آتش، داخل شدن آتش. اونها تابعین وقتی که میشنوند قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، این لا مرحبا برای خود شما. اونا جواب میدند، اونا میشنوند که اینها دارن ما را نفرین میکنن. خودتون ما را گمراه کردید، دارن ما را نفرین میکنید. این تفسیر را امام نصفی نوشته، میفرماید هذا فوج مقتحم کلام الخزنه. این کلام خزنه جهنم هست، داروغه های جهنم که لرؤساء الکفر، از طرف خدا اینها به رؤسای کفر میگویند فی اتباعهم، درباره اتباعهم. و لا مرحبا بهم انهم صالوا النار کلام الرؤساء. این که میگویند که
خوش آمدیدی برای اونها مبادا، مرحبای برای اونها مبادا. این کلام رؤسا است. و انتم قدمتموه لنا، این کلام اتباع است، کلام عرض کنم که پیروانشون هست. پس وقتی میبینن که اونها این گونه درباره ما میگویند، جواب میدن قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، بلکه شما برای شما مرحبا مبادا، انتم قدمتموه لنا، شما تقدیم کردید برای ما این راه شرک را، این راه غیر الله پرستی را، این راه خرافات را شما به ما نشان دادید. فبئس القرار، اکنون در قرارگاه بسیار بدی ما قرار گرفتیم. الان دعای بد میکنند، نفرین میکنند. قالوا ربنا، همین تابعین میگه از بس که دلشون درد دارد. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، بار اله هر کسی این راه را برای ما تقدیم کرد، ما را به این راه کشید، ما را گمراه کرد. فزده عذابا ضعفا فی النار، بار اله او را عذاب چند برابر در آتش بده. بر علیه رؤسایشون، بر علیه مرشدهای خودشون چی میکنند؟ دعای بد میکنند. بالاخره هر دو تابع و متبوع با هم میافتند در آتش. اطراف خودشون نگاه میکنند، میبینند یک گروه در دنیا بودند که ما همیشه اونا را تمسخر میکردیم، ما اونها را به باد مسخره میگرفتیم و اونها را بی ارزش میدانستیم، اینا کجا پیدا نمیشند. و قالوا ما لنا، قالوا بنویسید تابعین و متبوعین، هر دو گروه. ما لنا لا نرى رجالا، چی شده ما را که نمی بینیم مردانی را که کنا نعدهم من الاشرار، در دنیا اونها را از بدان می دانستیم، القاب گستاخ و بی ادب و فلان به اونها می گفتیم. اتخذناهم سخریا، ما آنها را به بعد مسخره گرفته بودیم. ام زاغت عنهم الابصار، کجاند؟ اینجا هستند یا شاید چشمان ما کج میبیند اونها را نمیبیند. در حالی که ان ذلك لحق تخاصم اهل النار، این تخاصم، این جر و بحث، این جدل اهل نار حق است، چنین با هم درگیر میشن. اما اونهایی که در دنیا مسخره میکردن مؤمنینند. منظور اینه که اونها جایشون اونجا نیست، اونها در بهشتند. به هر حال ما در این سوره مدعای این سوره را همین خواندیم که همه انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات در حاجاتشون، در مشکلاتشون رب را فریاد زدند، نه اینکه اینها بتونن شفاعت غالب، شفیع غالب بشن. شفیع غالب یعنی کسی که قدرت داشته باشه با قدرت شفاعت بکنن، نه اینکه چنان شفاعتی داشتن بلکه خودشون عاجز، ناتوان. حال الله عزوجل خطاب میکند، روی سخن بر میگرده به پیامبر اکرم و به مسلمانان و به مخاطبین اول قرآن. قل انما انا منذر، اینم ادامه مدعا هست، تکرار مدعا هست. ای پیامبر تو هم بگو منم یکی از همین منذرها هستم، یکی از ترسانندگان هستم که شما را بیم میدهم، میترسانم از عذاب الهی. و مدعایم اینه و ما من اله الا الله الواحد القهار، هیچ الهی نیست، هیچ معبودی نیست مگر الله، اون اللهی که واحد یگانه هست، القهار، اون اللهی که غالب است. ببینید کسانی که بالخصوص از ابتدای قرآن تا اینجا بودند اونا شاهد هستند که هیچ صفحه‌ای از قرآن نیست بدون توحید، بدون اینکه الله عزوجل بر یکتاپرستی تاکید نکند و بر رد شرک اصرار نفرماید. پس اینکه انسان در هر صحبتش، در هر جملهش، در هر سخنرانیش توحید بگه مبالغه گویی نیست، این عین خواسته رب ما هست. پروردگار ببینید خیلی کم به احکام دیگه میپردازد،
چون عقیده واقعا مهم است. خدایی که این همه الطاف و این همه احسانات به ما دارد و ما خدای نکرده نسبت به اون خدا عقیده درست داشته نباشیم و صفات اون خدا را به بندگانش بدیم، سخت ناراضی میشه الله. لذا الله می فرماید قل و ما من اله الا الله الواحد القهار، ای حبیب من تو اعلام کن هیچ معبودی نیست بغیر از الله، آن اللهی که یگانه هست و قهار است، غالب است. رب السماوات والارض، رب آسمان هست و رب زمین هست، و ما بینهما و رب ما بینشان هست، هرچی مخلوق رب اونهاست. العزیز الغفار، چنان ذاتی است که غالب است، الغفار بخشاینده است، غالب است مؤاخذه میکنه کسی که نافرمانی بکند و می بخشد. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون، ای پیامبر بگو این خبر بزرگی هست که شما از این اعراض میکنید، خبر معمولی نیست، این معمولی ندانید. چه خبر؟ دو چیز پیغمبر در ارشادش فرمود، خداوند راهنمایی کرد که ارشاد بکند. یکی که انما انا منذر، منم یکی از پیامبران هستم، این خبر. و دومی و ما من اله الا الله الواحد القهار. پس خبر توحید و خبر رسالت، امام نصفی و امام آلوسی نوشتن ای هذا الذی انبأتکم به، این خبری که من به شما خبر دادم، من کونی رسولا منذرا، که من رسول خدا و منذر خدا هستم، و ان الله واحد لا شریک له، و خداوند واحد لا شریک است. این خبر معمولی نیست. مسئله توحید را مسئله معمولی ندانید. قل هو نبأ عظیم اما انتم عنه معرضون، شما مخاطبین، شما مشرکین از این روی گردانید، نه توحید خدا را باور دارید نه رسالت من را قبول دارید. ما کان لی من علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون. حال سوال اینجاست که خب اگر تو پیغمبر خدا هستی بگو که عذاب کی هست. الله عزوجل این شبهه را با این آیه پاسخ میده که به اونها بگو ما کان لی من علم بالملأ الاعلى، من در رابطه با ملأ اعلی علم ندارم، اون جایی که فرشته ها با هم بحث میکنن، فرشته ها با هم گفتگو میکنن. اذ یختصمون، اینجا یختصمون به معنی بحث کردن است. فی باب الوقائع، اتفاقاتی که به ناس بیفته در این دنیا یا در اون دنیا، یا به وقت وقوع العذاب بکن، این که عذاب کی برای شما میاد، شما ای پیغمبر بگو قل انما انا منذر، من ترساننده هستم، لا علم لی به وقت العذاب، من وقت عذاب را نمیدانم، فقط اینقدر میگم لکن اقول هو نبأ عظیم و انتم عنه معرضون. خبر بسیار بزرگی هست خبر قیامت، ولی شما از اونم معرضید. پس از سه چیز معرض بودند، از توحید، از معاد، از رسالت. اینا معمولی نیست، اینها را انکار میکنید. این یوحا الی، وحی نمیشه به سوی من مگر این وحی میشه که الا انما انا نذیر مبین، مگر این که من نذیر آشکار هستم. کار من آشکارا ترسوندن شماست، من وحی الهی را که درباره انذار است به شما میرسانم. اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین، ملائکه هم اینجا بیان عجز ملائکه هست، جایگاه ملائکه هست، چون که در این سوره هم ذکر جایگاه جنات بود، هم انبیا، هم ملائکه. ملائکه هم جایگاهشون اینه که اونها من و عن از ربشون فرمان میبرن، حتی خدای عزوجل به اونها دستور داد سجده کنید، آدم را سجده کردن، پس مسجود نیستند، معبود نیستند. الله می فرماید اذ قال ربك للملائکه انی خالق بشرا من طین،
زمانی که ربت به ملائکه گفت من آفریدگار هستم بشری را از گل، فاذا سویته هرگاه او را برابر آفریدم، و نفخت فیه من روحی روحم را در او دمیدم. روحی یعنی روحی که خالقش خودم هستم. فقعوا له ساجدین ای فاسقطوا بیفتید سجده کنان برای او. فسجد الملائکه كلهم اجمعون، همه ملائکه اجمعون بدون استثناء سجده کردند، تعظیم کردند، ادای احترام کردند به آدم. و من این را قبلا خدمت شما گفتم که وقتی که الله عزوجل قرار هست که مخلوق جدیدی بفرستد و تمام عالم در اختیار او باشد، حتی ملائکه، جنات، زمین، آسمان، پس این فرمانده جدید که میاد، این مخلوق جدید که میاد، باید همه بهش ادای احترام بکنند. این سجده عبادت نیست، این ادای احترام کردن است، به این معنی که از این به بعد ما برای تو خدمت میکنیم. همه ادای احترام کردن مگر ابلیس که به نمایندگی از جنات قرار بود سجده بکند، نکرد. ابلیس را الله جداگانه دستور هم داد، من تو را دستور دادم چرا نکردی؟ و این واقعه ابلیس را الله عزوجل یک جانه دهها جا در قرآن بیان فرموده، در خیلی از سوره ها هست. برای علم ما، برای اینکه ما بدونیم چی شد، چه اتفاقی افتاد، یک بار کافی بود. اما بار بار در واقع به منظور تذکر است. بار بار در هر سوره خدا به من و تو تذکر میده که ای انسان، این دشمنت هست، به توهین هم کرد، بر علیه تو سوگند هم یاد کرد، حال اختیار داری، میخوای دنبالش بری برو، پس خودت را برای جهنم آماده کن، چون سوگند خورده که تو را به جهنم ببرد. لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین، از جن و انسان پر میکنم جهنم را. پس این داستان را بار بار تکرار کردن برای چی هست؟ برای یادآوری، برای تذکر. الله می فرماید فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس، همه اجمعون سجده کردند مگر ابلیس. استکبر و کان من الکافرین، الله می فرماید تکبر کرد، تکبر از خود نشان داد، استکبار کرد. و کان من الکافرین، از کافرین شد. قال یا ابلیس ما منعک، ای ابلیس چی چیزی مانعت شد ان تسجد لما خلقت بیدی، اینکه سجده کنی، کرنش کنی، تعظیم کنی آن مخلوقی که من با دستان خودم او را آفریدم. استکبرت ام کنت من العالین، آیا تکبر کردی، خودت را بزرگ پنداشتی؟ ام کنت من العالین، یا نه در واقع تو از بزرگان بودی، واقعا جایگاه بالاتر از او بود. قال انا خیر من، او میگه شق دوم، یعنی کنت من العالین، من بزرگم، این تکبر است. انا خیر من از او بهترم. به چه دلیل تو بهتری؟ خلقتنی من نار و خلقته من طین، ماده را وقتی نگاه بکنی، اصالت را نگاه بکنی، من از آتشم، مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفرید. ببینید همه مخلوقات، جن، انس، فرشتگان هستند، این عناصر اربعه توشون هست، هم آب هست، هم آتش هست، هم خاک هست، هم عرض کنم که هوا و باد هست. اما در انسان خاک غالبه، در جنیات آتش غالبه، و در فرشتگان میگوین نور آتش. آتش همراه با خودش دود دارد، اما وقتی که خالص بشه نور میشه، اون نور غالب است. به هر حال شیطان ادعا کرد که من بهترم، به اصالت نگاه کرد. الله عز و جل فرمود قال فاخرج منها،
از این بهشت خارج شو، فانک رجیم، تو رانده شده هستی. دلیل برتری هم اصالت هیچ وقت نمیتونه باشه. ما انسان ها هم هیچ وقت خودمون را به خاطر بعضی از اصالت ها برتر ندانیم که این دیدگاه ابلیسی هست، شیطانی هست. کسی بگه من از فلان نسلم، از فلان ذاتم، عربم، عجمم، فارسم، آریاییم، فلان نسلم، نه. دلیل برتری نمیتونه این چیزها باشه. الله سخت ناراضی میشه کسی به خاطر این مسائل خودش را برتر بداند. قال فخرج منها فانک رجیم، برو بیرون، تو رجیم هستی، تو رانده شده هستی. و ان علیک لعنتی الى یوم الدین، لعنت من و نفرین من بر تو تا روز جزا، تا روز قیامت تو تحت نفرینی. بعد روز قیامت که بیاد بعد در عذاب ابدی و سرمدی میفتی. شیطان چی میگه؟ قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون، بار اله منو مهلت بده تا روزی که همه بعث میشند، یعنی از قبرها بلند میشند. قال فانک من المنظرین، الله 50% دعایش را قبول میکنه. فانک من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، تو مهلت داده شده هستی تا روز وقت مشخص. مطلبی را که من قبلا عرض کردم اینجا دوباره تکرار میکنم. علما و مفسرین از این دعای ابلیس استنباط کردند که اگر یه وقتی یک کافری، یک مشرکی از خدای تعالی چیزی بخواهد، امکانش هست که خدا در دنیا ارزش را قبول بکند، حرفش را قبول بکند، 100%، 50%، بیشتر کمتر. چون که درباره شیطان میاد ابا واستکبر و کان من الکافرین، ابا کرد، تکبر کرد، کافر شد. با وجود اینها دعا کرد، دعایش تا یه حدی پذیرفته شد. اون میخواست که بر اون مرگ نیاید، الی یوم یبعثون، تا روزی که بنده ها، انسان ها همه زنده میشن، اون هم همونطور از قبل زنده بماند. اما خدا فرمون نه، الی یوم الوقت المعلوم، یعنی تا نفخه اولا. وقتی که نفخه اولا زده بشه تو هم باید بمیری، بعد دوباره زنده میشی. پس ببینید دعای ابلیس که کافر بود قبول شد. در سوره انفال داریم که وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، خداوند تعالی مشرکین را عذاب نمیده. البته دو تفسیر داشت اونجا خواندیم، یک تفسیرش اینه عذابشون نمیده در حالی که اونها از خداوند مغفرت میطلبند. بس امکان داره یک کسی باشه، گروهی باشه، جمعی باشه، خرافاتی حتی باشند، شب و روز دعا میخوانند، شرک میکنند، ولی با وجود شرکشون از خدا میخواند خدایا کمک کن، خدایا چنین کن، چنان کن، شب و روز گریه میکنند. امکان داره دعایشون قبول بشه، این بعید نیست. پس میطلبد شما که اهل دین هستید، اهل توحید، اهل ایمان هستید، دعای شما چند برابر بیشتر باشد. وقتی که دعای یک کافر، یک مشرک در دنیا تأثیر گذار هست، امکان داره تأثیری داشته باشه. یا عمل یک کافر از همین استنباط کردند. عمل کافر در قیامت ما آیات متعددی داریم که الله می فرماید که اعمالشون همه ضایع، برباد، تباه. اما در دنیا امکان داره کار نیکی میکند دستگیرش بشه، دست به سر یتیم میکشه، به یتیم ها رسیدگی میکنه، مؤسسه خیریه تشکیل میده، نودوستی میکنه، بشر دوستی میکنه. خدا در همین دنیا بهش پاداش هم بده، چون دنیا اصل نیست. در همین دنیا مالش اضافه بشه، در همین دنیا کارها طبق مرادش پیش بره، وفق مرادش پیش بره. معلوم میشه بعضی از قانونهای خدا برای مسلمان و کافر در دنیا، کسی نیک بکنه نیک میبینه، خوب کنه خوب میبینه، بد کنه بد میبینه. این برای کافر و مسلمان است. پس
بعضی از آیات خداوند کلمه ناس آورده، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اینجا مشرک و کافر و مسلمان همه هستند. بنابراین این استنباط هست که امکان داره اگر کافر یه وقتی دعایی میخواند، مناجاتی دارد، مناجاتی میخواند، مشرک میخواند، امکان داره که برایش مفید واقع بشه، نتیجه هم بگیرد. وقتی که دعای شیطان در دنیا چی میشه؟ قبول میشه. پس وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، قاعده دنیا اینه که خداوند فرموده وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. هر کسی هر نوع تلاشی بکند نتیجه تلاشش را مییابد. الله عز وجل می فرماید الی یوم الوقت المعلوم، تو را مهلت میدم تا روزی که وقتش مشخصه، یعنی نفخه اولا. قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین، به عزتت سوگند من همه را گمراه میکنم. شیطان سوگند میخوره، از بس که ضربه میخوره، آسیب میبینه، برای همیشه بدبخت و رانده میشه. الله عزوجل اینو برای من و تو چندین بار داره نقل میکنه که من و تو چشمایمون را باز کنیم، فریب این دشمن قسم خورده را نخوریم. الله می فرماید الا عبادك منهم المخلصین. خود شیطان اظهار عجز و ناتوانی میکنه، مگر بندگان تو اونایی که برگزیدگان باشن، اونجا زورم نمیرسه، دستم نمیرسه. اما بقیه بندگان، عموم بندگانت را به گمراهی و به بیراهه میکشم. قال فالحق والحق اقول. الله عز وجل هم در جوابش میگه فالحق، این فالحق مبتدا هست و خبرش مقدر است. فالحق قسمی، سوگند من حق است، یعنی من دارم سوگند میخورم، الله داره سوگند میخوره. والحق اقول، و حق دارم میگم، یعنی اون چی که میگم سوگندی هست و حق و واقعیتی هست. اون چیه؟ لأملأن جهنم منک، همانا من پر میکنم جهنم را از تو، و ممن تبعک منهم اجمعین، و از آنانی که پیرو تو باشند اجمعین، همگی. جهنم را از همه تون پر میکنم، کسانی که پیرو تو باشند، شیطان صفت باشند، متمرد و سرکش باشند. قل ما اسألكم علیه من اجر. در پایان الله عزوجل به پیغمبرش میگه بگو که این همه مطالب مفید، این همه پند، اندرز، نصیحت برای شما میگم، هیچ اجری نمیخوام. قل ما اسألكم علیه من اجر، من سوال نمی کنم بر این تبلیغ، بر این رساندن هیچ نوع اجر و پاداشی. و ما انا من المتکلفین، در این باب تکلف هم نمی کنم، یعنی طبعا هم دوست ندارم کسی به من اجر بده. ان هو الا ذکر للعالمین، این قرآن نیست مگر پندی هست برای جهانیان. لذا همه جهانیان از این پند، از این اندرز حد اکثر استفاده را بکنند. ولتعلمن نبأه بعد حین. الله عز وجل می فرماید شما حتما خبرش را خواهید دانست، یعنی بعد حین، بعد از مدتی به نتیجه می رسید. بعد از مدتی، اون مدت بعد از چشم بستن شماست، بعد از مرگ شماست، بعد از اینکه شما بمیرید شما میدانید که واقعا اون چی که کلام الهی میگفت، اون چی که پیامبر الله میگفت، اون حق بود، اون واقع بود. لذا این آخرین آیاتی که در درس بعد از ظهر میخوانیم و خواندیم ما را به این
نکته توجه ما را جلب کرد که ان هو الا ذکر للعالمین. واقعا بهترین پند، بهترین موعظه، بهترین اندرز برای جهانیان قرآن مجید است. من چند کلمه میخوام درباره قرآن عرض بکنم، به این امید که فقط قرآن کتاب ما در رمضان نباشد. قرآن کتاب هدایت است، قرآن کتاب نجات است. ببینید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم از کجا به کجا رسیدن. همونطور که علامه اقبال میگه رهزنان از حفظ او رهبر شدند. ما خواندیم که ملت عرب چنان ملت بدون تمدن و بدون فرهنگ بود که تمام ابرقدرت ها تمام بلاد را اشغال کرده بودند. سوریه را روم گرفته بود، یمن را نمیدونم ایران گرفته بود، هر یکی را حبشه گرفته بود، هر یکی تحت سیطره یک امپراتوری بود. اما به سرزمین حجاز، اینجا که عربهای اصیل بودند، همه میگفتند اینا به چه درد میخورند، اینا نه فرهنگ دارند، نه تمدن دارند، نه قانون دارند، نه آیین زندگی دارند، اینا جنگلی اند، اینا وحشی اند. همیشه با جنگلی و وحشی از اونها تعبیر میشد. اما وقتی که قرآن آمد اینها را تزکیه کرد، قرآن آمد اینها را اصلاح کرد. قرآن چگونه اصلاح کرد؟ این ترتیب را به صورت مختصر خدمت شما عرض بکنم. ابتدا در آیات مکی دقت بفرمایید، بحث نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، زکات نیست، بقیه اعمال نیستند. در آیات مکی فقط عقایده، فقط توحید است. اول الله عزوجل میخواد تفهیم بکنه که شما بیایید و ربتون را اونطور که حق است بشناسید، در ذات و صفات یگانه بدانید، هیچ کسی را با او شریک نسازید. برای اینکه این مسئله تفهیم بشه، اینجا بیفته، خداوند مثال ها بیان کرد. مثال عنکبوت بیان کرد، مثال مگس بیان کرد، مثال غلام بیان کرد که یک غلامی مال 10 نفر است، همه با او درگیرند، یک برده مال 1 نفر است، خوب برای اون یک خدمت میکنه، چقدر تفاوت دارند. مثال برای مالهای خودتون که همین 2-3 روز پیش خواندید که شما مثلا یک برده داشته باشید، آماده هستید این برده شریک شما بشه، نصف مالتون را به اون ببخشید. لذا چطور شما برای بندگان خدا اعتقاد داری اینا قدرت خدایی دارن؟ خداوند عزوجل به وسیله آیات مکی عقاید را، توحید را در قلب صحابه بذر کرد. بعد از توحید معاد را، قیامت را. شما از سوره قاف نگاه کنید تا آخر سوره که نزدیک به 70 سوره هستند، سوره های کوچک کوچک، در همهشون بحث قیامت. خداوند اون قیامت را گویا فیلمش را داره نشون میده، به تصویر میکشه. اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت و اذا الجبال سيرت و اذا العشار عطلت که خواندیم. رسول الله میفرماید امثال سوره تکویر و سوره انفطار که گویا ما قیامت را با چشم میبینیم مرا پیر کردند. لذا بعد از توحید الله عزوجل قیامت را برای صحابه جا انداخت، در دلشون اعتقاد به قیامت و همچنین اعتقاد به رسول الله صلی الله علیه وسلم، به رسالت. داستان یوسف بیان شد، الله میفرماید تو اونجا نبودی که برادرانش چه مشوره میکردند. داستان زکریا و مریم بیان شد، الله میفرماید تو اونجا تشریف نداشتی که چه کار میکردند برای تکفل مریم، چه مشوره و چه قرعه کشی کردند. داستان موسی بیان شد با فرعون، بعد از اون به مدین رفت، الله میفرماید که تو اونجا نبودی که اونها این جزئیات را داری بیان میکنی. و ما کنت ثاویا فی اهل مدین، در اهل مدین مقیم نبودی که موسی چگونه صحبت کرد. همه این داستان ها را بیان میکنه. هی لابلای داستان ها استنباط است که این پیغمبر به حق است که همه را داره میگه چون وحی برش میاد. لذا ابتدا خدای عزوجل این 3 اصل را در دل صحابه کاشت: توحید،
رسالت، قیامت. بعد از اینکه اعتقاد درست شد، بعد از اون نماز نازل شد. نماز درسته در مکه مکرمه، اما سال 5 بعثت. بعداً الله عزوجل در سفر معراج نماز را فرض کرد که نماز مظهر عبدیته. بعداً به مدینه منوره که رفتن، زکات آمد و عرض کنم حج آمد و صیام آمد، بقیه احکام آمدن. و بعد از این نوبت به اخلاق رسید. ابتدا عقاید، بعد از اون اعمال، بعد از اون اخلاق. در سوره های مدنی شما نگاه بکنید، در سوره های مدنی تمام اخلاقیات هستند، تمام حقوق هستند. حق زن را رعایت کن، حق یتیم را رعایت کن، حق یتیم را پایمال نکن، مالش را نخور، میراث زن را بهش بده، غیبت نکن، سوء زن داشته نباش، همدیگر را به بدی یاد نکنید، طعنه به همدیگر نزنید. اینا تمام اخلاق هستند. یعنی الله عزوجل به وسیله قرآن رفته رفته قدم به قدم داره تربیت میکند که انسان چطور کامل میشه. صحابه اینگونه تربیت شدن و در آخر الله عزوجل، البته اول و آخر، در سوره های مکی هم نگاه کنید، در سوره های مدنی هم نگاه کنید، اولین توصیه قرآن و آخرین توصیه قرآن تقوا است. میخوام بگم، این را عرض بکنم که حاصل و نتیجه کل این درس ها خدا ترسی است. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. هدایتی برای اهل تقوا است. لذا الله عزوجل از ما میخواد که تقوا داشته باشیم. صحابه را به سوی تقوا سوق دادن. و آخرین آیه‌ای که نازل شد بنابر گفته بسیاری از مفسران هم درباره تقوا است. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. بترسید از بازخواست در اون روزی که بازگشت شما به سوی الله است. ثم توفی کل نفس ما کسبت. هر نفسی از شما آنچه که عمل کرده به صورت کامل پاداش خودش را دریافت میکنند. بنابراین این خلاصه ای از درس های قرآنی هست که ما عقایدمون را درست کنیم، اعمالمون را اصلاح کنیم، تقوای خودمون را بالا ببریم و اخلاقمون را. بقیه معاشرت، اصلاح معاشرت خواندیم و همچنین معاملات، درباره ربا خواندیم، درباره عرض کنم بقیه معاملات خواندیم، درباره حق یتیم، درباره حق زن، درباره مهریه، درباره ارثیه. همه اینها اینا معاشرت هستند. همه اینها را الله عزوجل به ما میگه. ما وقتی که به همه اینها پایبند شدیم، عامل شدیم، میشیم مسلمان کامل. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. کاملا مسلمان بشید، نیم مسلمان. نه فقط نمازت مسلمانی باشه، دیگه در باب ارث هرچی دلت میخواد، در باب معاملات ربوی هرچی دلت میخواد، در بقیه مسائل هرچی دلت میخواد. لذا عزیزان، این خلاصه و پیام کل قرآن است. وقتی که انسانی در بس خودش را در اختیار قرآن میگذارد، این میشه مؤمن کامل. این میشه اون چیزی که حوری های بهشت انشاءالله انتظارش را دارند. الله عزوجل من شما را به وسیله این کتاب مبین تزکیه بفرماید. الله من شما را اصلاح بفرماید و رب العالمین انشاءالله که به ما استقامت نصیب بفرماید. همیشه در راه قرآن باشیم، با قرآن باشیم. اگر بعد از این برای شما فرصت های، موقعیت های در درس قرآن فراهم شد، تا روزی که زنده هستید شاگرد قرآن باشید و خادم قرآن باشید. حداقلش اینه تو خونه هایتون روزانه تلاوت کنید کلام الله را. هذا کتاب انزلناه مبارک. همین امروز خواندید مبارک، باعث برکت میشه. سوگند یاد میکنم به خدای عزوجل که اون خانه ای که تو اون خانه همیشه قرآن تلاوت میشه، اثری از جن و جادو نخواهد بود. جرأت نمیکنه اونجا بیاد.
جایی که قرآن با قرآن آباد بشه. چرا ما این همه مشکل داریم؟ چون ما از قرآن فاصله داریم. لذا قرآن را همیشه انشاءالله بخوانید و دعا بفرمایید الله عزوجل این درس مختصر را هم به بارگاه خودش قبول بفرماید، استقامت نصیب بفرماید، به ما توفیق عمل عنایت بفرماید و الله عزوجل انشاءالله این را ذخیره آخرت همه ما و گذشتگان ما بگردانم. بنده که همیشه این نظر را کردم برای شما هم بگم که من اون چی که ثوابی اگر خدا به من داد من برای والدینم بخشیدم، دعای بفرمایید که الله عزوجل اونها را مغفرت بکند. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر، فلك الحمد ولك الشكر. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وإنك أنت الله الأعز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إله العالمين پروردگارا توحید را آنگونه که در کلامت توصیف فرمودی، آنگونه که دوست داری که بندگانت موحد باشند، در ریشه های قلب و قالب ما جا بده. پروردگارا ما را از بندگان موحد و یکتا پرست قرار بده. عقیده ای که تو از ما انتظار داری و در کلامت بیان فرموده، اون عقیده را، اون ایده را، اون دیدگاه را، اون ایمان را به ما نصیب بفرما. پروردگار ما را برای قرآن شاگرد راستینی بگردان، شاگرد مخلصی بگردان، خادمی برای قرآن بگردان. توفیق فهم قرآن نصیب بفرما، توفیق درک صحیح مطالب قرآن نصیب بفرما و توفیق عمل، توفیق تذکر، تدبر، عمل به همه ما نصیب بفرما و سپس توفیق نشر و تبلیغ معارف قرآنی. پروردگارا ما را به حقوق قرآن واقف و عامل بگردان. پروردگارا ربا قرآن را از ما راضی بگردان، از ما ناراضی مگردان. پروردگارا ربا
اله العالمین این امانت بزرگ که به ما عنایت فرمودی توفیق استقبال و قدردانی درست ازش عنایت بفرمود. اله العالمین پروردگارا ما را به وسیله قرآن تزکیه بفرما، ما را اصلاح بفرما، تقوا نصیب بفرما، خدا ترسی نصیب بفرما، ایمان نصیب بفرما، آخرتی آباد نصیب بفرما، قبری پر نور و روشن نصیب بفرما. اله العالمین ربا بر ما لطف بفرما. ما بندگان ضعیف تو هستیم، ما بندگان گناهکار و عاصی تو هستیم. از سر تقصیر همه ما درگذر باش، همه ما را ببخش. پروردگار قلم عفو را بر گناهان ما بکش، بر جرائم ما بکش، صغائر و کبائر ما را معاف بفرما. پروردگار در درس قرآن، در کلام، درس کلام زیبایت دست گدایی به طرف تو بلند کردیم، اجابت بفرما. پروردگار اجابت بفرما و این درس را و این عمل را سبب مغفرت ما قرار بده. ما را ببخش، از سر تقصیر ما در گذر باش، گذشتگان ما را معاف بفرما، گذشتگان ما را مغفرت بفرما، بالخصوص والدین ما را، پدران و مادران ما را که رفتند، عزیزان و خویشاوندان ما را که رفتند، پروردگار مغفرت بفرما، روحشان را در بهشت بلند بفرما، قبرشان را پر نور بگردان. اگر مشکلاتی کسانی دارن مشکلشون را حل بفرما، برایشون فرج بیار اله العالمین. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.